بعد را سخن را به فرخ نعمت میدیم. فرخ نعمت چی گفتنی داره در این فصل بهار نوروز؟ سلام دوستانی عزیز، خیلی که میگوین که نه به سر تکیه سازم نه به سایه صنوبر، به تو تکیه دارم ای دوست که تو سایه خدایی. این بهار و تابستان و زمستان با همین دوستان زیباست. همین دوستی ما پاینده باشد، دشمن نابود باشد، سرسبزی های تاجیکستان از سرسبزی های ما باشد. خداوند نگهبان. هورا! براو! زنده باشید. با شما هستیم مخلصان عزیز. فراموش نکنید.